سلام دوستان، من احسان عسکریان هستم. امروز با یک داستان در زمینه حکمت اومدم خدمتتون. یه زمانی در کشور اسکاتلند خانواده وجود داشت به نام خانواده کلارک، خانواده آقای کلارک. این خانواده خیلی دلشون میخواست که برای گردشگری و سیاحت به آمریکا برند. آقای کلارک برای این موضوع بسیار سخت کار میکرد و تمام اعضای خانواده از جمله همسر آقای کلارک به شدت صرفه‌جویی میکردند. سالها این عزیزان پس‌انداز کردند، صرفه‌جویی کردند تا اینکه تونستن یک بلیط بخرند، گذرنامه‌شون رو تهیه بکنند و بلیط در یک کشتی مجلل، تفریحی، زیبا تهیه بکنند و آماده بشن برای سفر. این عزیزان خب تصور کنید اینا مثلا چیز میکنن سفرشون چند هفته بعده، بس الان دارن خوشوبش میکنن، از آرزوهاشون میگن چه کارا در روی کشتی خواهند کرد، در خود کشتی خواهند کرد چون کشتی تفریحی هم بود، و در خود آمریکا خواهند کرد چه خیالات و چه چیزایی، و هی کل خانواده با هم دیگه خوشوبش میکردن. یه روز یه اتفاق غیر مترقبه پیش میاد. چه اتفاقی پیش میاد؟ اتفاقی پیش میاد پای بچه کوچیک خانواده رو یه سگ گاز میگیره. پزشک میاد، پای بچه رو بخیه میزنه و به حالا بگیم وزارت بهداشت اون موقع اطلاع میده و وزارت بهداشت پرچم زرد بالای سر خونه‌شون چیز میزنه، به این معنی که این خانواده باید تحت نظر باشن به دلیل احتمال انتقال بیماری هاری به دیگران. چی میشه؟ یعنی کلا سفر و کل پولی که پس‌انداز کرده بودن کل آرزوهاشون میشه. آقای کلارک با ناراحتی میاد دم اسکله و ترک کشتی رو تماشا میکنه. برمیگرده خونه با چشم خیس گریون با پسرش دعوا میکنه که ما این همه پس‌انداز کردیم کل خانواده و تو مصیبت سر ما آوردی، وقتی ما توی سگ پاچه تو رو بگیره. خلاصه یه 4-5 روزی از این موضوع میگذره و خیلی غمگین بودن خانواده کلارک. یه 4-5 روزی میگذره و یه خبر کل اسکاتلند رو میترکونه. کشتی که تمام ظرفاش نو بود، بسیار مجلل، قشنگ و انقدر بزرگ بود که میگفتن غرق ناپذیره، غرق شد. اسم این کشتی چی بود؟ تایتانیک. این کشتی همون کشتی بود که قرار بود خانواده کلارک باهاش به آمریکا برند. خانواده آقای کلارک همونجا اول بچه‌ش رو بغل کرد، ازش عذرخواهی کرد به خاطر اینکه باش دعوا کرده، خیلی ازش عذرخواهی کرد و بعدش از خدا تشکر کرد که جون خودش و خانواده‌اش رو نجات داد. چرا؟ چون صدها نفر با اون کشتی غرق شدن، رفتن اعماق اقیانوس. نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی که یه خیلی اتفاقا پیش میادش یه حکمتی پشتشه، با اینکه ناخوشاینده، و این داستان نشون داد که همیشه حکمتی هستش. اگه که این داستان شما دوست داشتید لطفاً سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید که انشاءالله با هم دیگه بیشتر ارتباط داشتیم و بنده هم تشویق باشم، خوشحال باشم، البته خوشحال که در خدمتتون هستم، بیشتر بتونم ادامه بدم و بیشتر براتون تولید محتوا کنم. خیر پیش.